برعکس. چه خبر؟ ما اومدیم با یه ویدیو دیگه، اومدیم آموزش ماینکرافت که گوسفند رو میخوایم بکنیم. خب اول تا ادامه ویدیو لایک و سابسکرایب نشه زنگوله بغلی بزنید، ممنون میشم. اینجا 3 تا از این گلولو میکنیم، یه دونه اینا، دو تا همینجوری، 3 تا همینقدر کافی. یه دونه از اینا بیاین اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه همه جاشو بزنیم. خلاصه همه جا رو باید بزنیم. بعد آبو میگیرین میزنیم، همه جا میزنیم، اشتباه بزنیم بالا. خب دوباره همینجا اشتباه شد، اشتباه شد. میخوره اینا رو میزنیم. بعد چیکار میکنیم؟ اینا رو اسکیپیستون اینجا قرار میدیم، نور وسطش قرار میدیم. بعد برای نگه داشتنش یه دونه از اینا میزنی، یه دونه از اینا، یه دونه از اینا. خب اینو میزنیم، خود درست شد. بعد چیکار میکنیم؟ گوسفند رو میگیریم، دقیقا همین میزنیم. خب زدین باید بره اون تو. خب تمام شد. حالا که میبینید بسه میگیم. بعد چیکار میکنین؟ یه دونه سیم اینطوری دورش میزنین، یه دونه از این که خودتون میدونین دیگه، یه دونه از این اینجا میذارین، همینجوری دو تا یا 3 تا جلو. خب همینجوری باید ادامه بدیم تا آخرم یه دونه از اینا میذاریم به سمت این. خب یه دونه از اینا میذاری، یه دونه دقیقا همینو دوره همینجا بذاری. تمام. خب این اینجوری میره، بعدش اینجوری میره، اینجوری میذاری و خب دیگه از بازی کار نداری. میریم اینجا، میزنیم اینجا، میریم اینجا میذاریم. بعد چیکار کنیم؟ از اینا اینجا. خب الان خواهید میدونید رفت دیگه خلاصش نکنم، اونا رو میکنم. خب میکنم جوشون چی میذارین؟ از اینو میذارین جوشون. خب کندین، ببینین که اونجا روشن باشه، اگه نباشه یعنی کارتون درست در نمیاد. بعد یه دونه از اینو یه دونه میزنین. خب این یکم هنگ میکنه باشه. خب باز میکنی یکی جاش میذارین. خب ما آمدن من گفتم حالی گردیم میدیم اونجا باش اشکالی نداره باش میدونی همینطوری. ممنونم این ویدیو رو آخر دیدیم. اینم کلا لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله بغلش هم بزنید تا هر فیلمی میذارم ببینین. دوباره نمیگم. خدا نگهدارتون.